ترسناکترین ماهی جهان. این ماهی عجیب غریب که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی و کتابای ترسناک سر در آورده، اسمش دیو ماهی زیگیلاره. این ماهی توی عمیق‌ترین و تاریک‌ترین بخش‌های اقیانوس زندگی می‌کنه و روی قسمت فوقانی سرش یه زائده داره که در واقع این زائده به خاطر واکنش‌های شیمیایی که توش اتفاق میفته توی تاریکی روشن میشه و از خودش نور ساطع می‌کنه. همین موضوع باعث میشه که تو اعماق اقیانوس این نور مثل یه تله برای بقیه موجوداتی که توی اون تاریکی راه خودشون رو گم کردن عمل کنه و اونا رو به سمت خودش بکشه و در واقع وقتی که به این نور میرسن با ترسناکترین کابوس زندگیشون مواجه میشن که احتمالاً هم توسط همون خورده میشن. این ماهی‌ها بیشتر غذای خودشون رو از طریق جلبک‌های کف دریا و ماهی‌های کوچیکی که ته دریا مسیر خودشون رو گم کردن تأمین میکنن. فکر کن توی اون تاریکی اعماق دریا داری شنا میکنی، یه دفعه با این بزرگوار روبرو میشی. این قضیه مشخص میکنه که ترسناکترین ماهی توی انیمیشن نمو از واقعیت الگو برداری شده و توی واقعیت هم همچین غول بیشاخ و دومی داره کف اقیانوس رو برای خودش سیر میکنه.